خوب بود. مرسی از دعوتتون، لذت بردیم کنارتون و دوست هم داشتیم. بعد از مدت ها من فیلم رو پرده سینما دیدم و عالی بود. مرسی از حضورتون. خدا نگهدار. خوبی؟ فیلم رو تماشا کردین؟ شاه نقشو؟ بله، فیلم متفاوتی بود، دوست داشتم. فیلم رو به شخص بازی آقای بیرنگ علوی رو خیلی دوست داشتم. از دوستان خوبمون هستن و جالب بود دیگه. یه بخشی از سینما رو نشون میداد، مشکلاتی که وجود داره و فیلمنامه جالبی داشت. من پیشنهاد میکنه مردم ببینن یا نبینن؟ 100%. فیلمنامه خیلی جالب و متفاوتی بود. خیلی ممنونم از شما. متشکرم. درباره فیلم به مردم و بگیم که خیلی عالی بود، کیف کردیم، مخصوصا با بازی داداشمون بیرنگ جان. خیلی نقش خوبی بازی کردن، فیلم خیلی جذابی بود، لذت بردیم. انشالله مثل همیشه هر کجا که هستن بدرخشن. جدا از اینم دلم خیلی واسش تنگ شده بود، خیلی وقت بود بعد برنامه الکلاسیکو ندیده بودیم، هم یه توفیقی شد که یه دیدار مجدد کنیم، هم از فیلمی که بازی کردن لذت ببریم و بشینیم و تماشا کنیم در کنار خانواده. مرسی از حضورتون. سلامت. سلام، خسته نباشید. ممنون از همتون که من خوب پوشش دادیم. سلامت باشید. ایونتو خیلی هم خسته نباشید. فیلمو تماشا کردی؟ دوست داشتین؟ فیلم خیلی عالی بود، واقعا لذت بردیم و اینکه حالا بهتر بگم خیلی با شرایط کنونی یکسان بود شرایط فیلم. امیدوارم که از این فیلم خوب همه لذت ببرن و درس بگیرن و بتونن به مردم خدمتگزار باشن. خب پیشنهادتون به مردم چیه؟ ببینن این فیلمو یا نبینن؟ مثبت یا منفی؟ 100% ببینن، مخصوصا مسئولین هم ببینن که با هم دست به دست هم بدن تا مشکلات مردم حل بشه. خیلی ممنون از عزیزی. مرسی. خدا نگهدار.